سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدئوی جدید در خدمتتونم. توی این آموزش میخوام کیک لیمو و خشخاش رو بهتون آموزش بدم. دستورمون همون دستور کیک پایه قبلی هستش، با این تفاوت که توی این ویدیو با لیمو طعمدارش میکنیم. بنابراین مواد لازم همون مواد لازم هستش به علاوه لیمو و دانه خشخاش. کیکی که میخوام بپزیم کیک 3 تخم مرغی هسته و داخل یه قالب طرحدار میخوایم آمادش بکنیم. تخم مرغ و شکر رو اضافه میکنیم به کاسه همزن. برای اسانسش میتونیم از اسانس لیمو هم استفاده بکنیم و یا اینکه اگر اسانس لیمو ندارید میتونید از همون وانیل مایع یا وانیل پودری استفاده کنید. من از اسانس لیمو مارک لوران اورز استفاده میکنم. اینو بذارید به مدت 10 دقیقه با دور تند همزن هم بخوره. خب تا وقتی که مای کیکمون هم میخوره من میخوام زست این لیموها رو بگیرم، یعنی این قسمت لایه زرد رنگ روی لیمو رو، پوست لیمو رو میخوام رنده بکنم که به عنوان طعم دهنده برای کیکم استفاده بکنم. فقط قسمت زرد رنگو، یعنی قسمت به سفیدی وقتی برسه اون قسمت رو نباید بریزید داخل کیک، چون باعث تلخی کیکتون میشه. این پوست لیمو یا مرکبات هر نوعی، پرتقال اگر برای کیک پرتقال میخواید استفاده بکنید، طعم دهنده خیلی خوب و قوی هستش برای کیک هاتون. به این صورت قسمت های زرد رنگش رو زستگیری میکنید. هر دوتا لیمویی که دارید رو همین کار رو انجام میدید. خب این زستا گرفته شده. الان اینها رو اضافه میکنم به مخلوط تخم مرغ و شکر. حالا آب یه دونه از لیموها رو هم لازم دارم. به اندازه 2 قاشق غذاخوری. این رو باید اضافه بکنیم به موادمون. این مایه کیک رنگش روشن شده و حجیم و پفکی شده. حالا توی این مرحله ما باید بهش شیر، روغن، روغن مایع و اون آب لیمویی که داشتیم رو اضافه بکنیم. مجددا هم میزنیم در حد مخلوط شدن با دور کند همزن.
حالا دیگه نوبت به اضافه کردن آرد و بیکینگ پودر و تخم خشخاش هست. خب این خشخاش رو میریزم داخلش. اگر دوست دارید توی این قسمت میتونید مقداری زرد لیمویی، رنگ خوراکی زرد لیمویی هم بهش اضافه بکنید. رنگ زردی که من استفاده میکنم مارک امریکالر هستش. حالا مارک های مختلف رو میتونید داخل بازار تهیه بکنید. یه مقداری بهش رنگ زرد خوراکی بزنید. اینا رو فقط مخلوط بکنید با هم دیگه، خیلی آروم و کم در حد مخلوط شدن. حالا نوبت به اضافه کردن آرد و بیکینگ پودر. آرد و بیکینگ پودر یه بار علک شده. مجددا روی مواد طی 3 مرحله علک میکنم. به کمک لیسک به صورت دورانی فولد بکنید یا روی هم دیگه تا بزنید مواد کیک رو. آخرین مرحله خب این مایه کیک ما آماده است. غلظتش مثل ماست همزده، ماست 7 هستش. حالا باید قالب کیکمون رو آماده بکنیم. میتونید از روغن جدا کننده قنادی استفاده بکنید. حالا مارک گلدان پوراتوس هستش داخل لوازم قنادی ها، میتونید خریداری بکنید یا از کره به دمای محیط رسیده ترکیبی با آرد استفاده بکنید یا از اسپری روغن جدا کننده. اگر از اسپری استفاده میکنید تاریخش خیلی مهمه، دقت بکنید بهش. اسپری ریگه تکون بدید و همه قسمت های قالبتون رو اسپری بزنید. حالا مایه کیک رو منتقل میکنیم به قالبمون. مایه کیک رو که داخل قالب ریختید یه تکون بدید که سطحش یک اندازه بشه. تقه هم بزنید هوای اضافهش گرفته بشه. خب کیکمون آماده است. ریختم داخل قالب، روی سینی فر گذاشتم. بذارید داخل فر با دمای 145 برای برقی، 180 برای گازی به مدت 45 تا 50 دقیقه تا زمانی که سطح روی کیکتون برشته بشه و اون تستر شما تمیز بیاد بیرون.
خب این کیک پخته. اجازه بدید کم سرد بشه از حرارت که افتاد، بعد روی توری برگردونید تا کاملا خنک بشه. خب حالا کیک مقداری سرد شده، یعنی اونقدری که میتونم دستمو به قالب نگه دارم. این مقداری با چاقو دیوارهاش رو آزاد بکنید و برش گردونید روی توری تا کاملا خنک بشه. خب آموزش امروزمون هم تموم شد. اگر میخواید آموزش های بعدی رو ببینید و مطلع بشید، زنگوله رو حتما فعال بکنید و یادتون نره لایک و سابسکرایب شما باعث انگیزه و تداوم آموزش ها میشه.